ادعای زرنگی میکنی طلا گرم 8 تومن خریدی الان شده 13700، خیلی رفتی تو سود. داره زرنگ کسیه که 100 گرم طلاشو بکنه 120 گرم، نه که 800 میلیونش بشه 1 میلیارد و 300. حالا اگه میخوای یاد بگیری چجوری 100 گرم بکنی 120 گرم، این کلیپ رو تا آخرش ببین. خب حالا شما باید چیکار کنید؟ قیمت سکه امامی رو تقسیم بر قیمت هر گرم طلای 18 رو بکنی. اگر عدد به 9.5 نزدیک بود وقتش سکه بخری، اگر عدد 11 و 7 به بالا یا نزدیکش بود باید سکه رو بدی بره جاش آب شده بخری. پس ما اینجوری سود میکنیم که وزن طلامون رو ببریم بالا، نه اینکه فقط ریال پولمون چند برابر بشه. این کلیپ رو سیو کن که حتما به کارت میاد، واسه دوستاتم بفرست که تو ثواب سودشون شریک باشی. و حالا یه سوال، الان وقت خرید آب شده است یا سکه؟ آقای علی